جنرال عطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان عمده‌ترین تشکل سیاسی تاجیک‌های آن کشور جنگ زده روز 11 سپتامبر در صحیفه‌اش در فیسبوک رویخط 39 جنگی خارجی را نشر کرد که به قول او از همپیمان‌های حرکت طالبان بوده در صف این گروه تندرو به مقام‌های فرماندهی رسیدند و در قتل و ترور و حمله‌های مرگ طلبانه در کنار طالبان قرار داشتند. در این رویخط 1 نفر از قزاقستان، 6 نفر از چین، 11 نفر از تاجیکستان داخل شده 21 نفر باقی مانده زادگان ازبکستان می باشند. از تاجیکستان این 11 نفر به رویخط شامل شدند. جنرال عطا محمد نور می نویسد با وجود درخواست مقرری کشورهای مربوطه اشان از تسلیم دادن ایشان به دلیل اینکه مهمانان و برادران آنان می باشند ابا می ورزند، اما طالبان حالا با این چالش روبرو هستند که به باوری اسلامی بودن مرز و پاسداری از مهمانان و برادران همفکرشان عمل می کنند یا به تعهد به وفایی که به کشورها و رهبران جدیدشان دادند. قرار معلوم 20 سال پیش یک سبب ورود نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا به افغانستان همین شد که طالبان به همین دلیل حسن میزبانی از سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و متهم اساسی در تشکیل حمله های 11 سپتامبر سال 2011 به شهرهای نیویورک و واشنگتن دست کشیدند. عطا محمد نور که رهبر بسیج مردمی در مزار شریف را به دوش گرفته بود این بزرگترین شهر شمال افغانستان را تقریبا بدون جنگ به طالبان سپرد و همراه مارشال عبدالرشید دوستم به ازبکستان فرار کرد. او حالا در دبی قرار دارد.